از سر پستانی تو سر می شود شوری همه، از سر دستانی تو پیراهه دوری همه. از دلی تو سر شود دریا دلی، قابل صورت شود آب و گلی. چشم بیداری تو ما را وقتی بیدار آورد، جنبش گهواره یاد از چرخ دوار آورد. دامن بخت است از دامان تو، دلبسانم است از سامان تو. سوزن تو از ستون قصر طلا قیمت است، روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است. به تو خوش فال نماند در جهان، جای تو خالی نماند در جهان. کلبه مادر به من از قصر شاهان بهتر است. مادر کلمه می باشد که همگی از 5 حرف ترکیب یافته است، ولی در مضمون و محتوای آن یک جهان معنی، شکوه و شهامت نهفته که در تصویرشان صدها داستان و رمان‌ها آفریده و غزل و ترانه ها سراییده شدند. این مفهوم برای هر یک انسان آنچنان عزیز و مقدس است که برای حفظ جان و ننگ و ناموسش فرزندان ارزنده جان خود را دریغ نمی دارند. به سبب نیست که مقدسترین مفهوم یعنی وطن را با مفهوم مادر برابر و همردیف دانستند. اگر آبادی و ثبات جامعه از آسایش و آرامی هر یک عائله وابسته باشد، در نوبت خود آبادی هر یک خاندان از روحیه سالم و سازنده، سطح معنویات و معرفتناکی و تندرستی زن مادر وابسته است. زن تاجیک نمونه عالی‌ترین ایدشون رو تبریک میگوییم. بسانه ما ینوری سال 2022 باشد در کارخانه مشترک درخشان در عموم 5% بانوان یا اینکه زنها کار فعالیت میکنند و زنها باشد برای پیشرفت کار کارخانه مشترک باشد سهمی به اندازه خود را گذاشتن. آنها با مهر و محبت با صداقت یعنی اینکه برای پیشروی صنعت در کارخانه مشترک سهمی به اندازه خویش را گذاشتند. در سال 2022 باشد در کارخانه مشترک درخشان فروش کنسنترات با پیش برده شده. همزمان باشد ساختمان کارگاه متالورژی میست با اندازه در حجم 500 تن در یک شبانه روز یعنی که لایحه مذکور ساختمانش ادامه می‌یابد و من باوری کامل دارم که برای ساختمان لایحه مذکور زنهای کارخانه بانوان کارخانه نیز هم سهمی به اندازه خویش را خواهند گذاشت. خانه بیش از 135 نفر زنان کار میکنند، در همه شعبه ها کار میکنند، مهنت میکنند. من از نام خودم تمام کارمندان زنان بانوان کارخانه را با این جشن بزرگ روز بانوان تبریک گفته با همه آنها پیش از همه تنسیتی و خانوادی خاطر جمعی پیشرفتی ها در کارهایشان تمنا دارم. تمام بانوان جمهوری تاجیکستان را نیز با این جشن تبریک میگویم. به همه آنها سربلندی و خوشنودی و خوشبختی ها پیشروی ها آرزو مینمایم. من همچون یک زن، همچون یک مادر که چندین سال است در کارخانه مشترک